подполковник усмонзода Анис Карим که با نشانه‌های بیماری کرونا ویروس در بیمارخانه خوجند طبابت می‌گرفت درگذشت. مراسم ویدا با усмонзода انیس کریم 4 اوگوست در شهر خوجند برگزار گردید. خبر دادند نزدیکان مرحوم او 45 سال داشت. بر اساس صحیفه усмонзода در شبکه‌های اجتماعی او زاده شهر خوجند بود و اگر عمر وفا می‌کرد 15 اوگوست سال روان 46 سالگیش را تجلیل می‌نمود. усмонзода با موافقه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان آخر ماه اکتبر سال 2019 به مقام سرداری شعبه میلیسا در ناحیه همدانی تعیین گردید. نام او ماه اپریل سال گذشته زمان رسانه‌ای شده بود که در پی یک عملیات مخفی قاچاقبران در مرز افغانستان همراه با چند میلیسای طبیب به کرانتین گرفته شده بود. دلیل این کرانتینگیری جلوه‌گیری از ورود احتمالی کرونا ویروس به جمهوری گفته شد. آن زمان رسما هنوز کرونا ویروس در جمهوری وجود نداشت. پاسخ آخر خود усмонзода در شبکه‌های اجتماعی در سوگ قبلگاهشند و پدری محرومش را برای خود نمونه عبرت خوانده است.